بسم الله الرحمن الرحیم و انک لعلی خلق عظیم. و بدون شک تو ای محمد صلی الله علیه و سلم دارای اخلاق بزرگ هستی. سوره مبارکه القلم آیت 4. دوستان عزیز، ما در این برنامه دو تهمت شیطانی شفیع عیار ابلیس لعین را که در ویدیوی 1262 خود بیان کرده رد میکنیم. یکی در رابطه با ازدواج رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با زینب بنت جحش دختر عمه‌شان و همسر مطلقه زید بن حارثه است که در زمان جاهلیت، یعنی پیش از تحریم تبنی یا فرزندخواندگی با آیات قرآنی، زید بن محمد نامیده میشد و تبنی یا پسرخواندگی که بعدا ما در مورد صحبت میکنیم یک عادتی بود در بین اعراب جاهلیت که مفاسد اجتماعی و اقتصادی زیادی را بار آورده بود. و اما تهمت دومش در رابطه با نسب ملت مسلمان و قهرمان و با ناموس و با شرف ماست که این به نسب ملت مسلمان افغانستان و ملت‌های ایران و تاجیکستان و دیگر مسلمان‌ها شک میکنه و میگه که در رگ‌های 80% ملت‌های همی سه کشور، یعنی افغانستان، تاجیکستان و ایران، خون اعراب در جریان است. یعنی این امی 80% مردم امی سه کشور مثل خودش حرامزاده قلمداد میکنه. و من معذرت میخوایم از شما دوستان عزیز که این قسم الفاظ به کار میبرم، بر از این که این همه ما و شما را حرامزاده میگه، بنابراین ما هم حق داریم که با عنوان دفاع از خود این را بگوییم که حرامزاده، قسمی که در برنامه قبلی گفتم، حرامزاده توستی و طرفدارای بیناموس و بیغیرت و کودن و نادان و جاهل توستن که تو اگر حتی به ناموسهای اونها هم در برنامه‌های کثیف و شیطانی خود تجاوز لفظی کنی، باز هم اونا میگن به به استاد بزرگ شفیع عیار چه نیکو فرمودن. البته این اهانت ابلیسانه و تهمت وقیحانه این شیطان دروغگو با مو تهمت و دروغ بزرگ استوار است که دشمنان اسلام مخصوصا ایران پرستا عنوان میکنن و میگن که اعراب مسلمان وقتی که به این مناطق حمله آور شدن، یعنی به ایران و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و آذربایجان حمله کردن، اینجا یک نکته را هم به شکل جمله معترضه باید تذکر بدیم و اویی که ایران پرستها تمام کشورهای همین منطقه را جز خاک ایران میدانند و میگن که کشورها روزگار بخشی از خاک ایران بود و بعدا در مقاطع گوناگون تاریخی از خاک ایران جدا شدند و تمام مفاخر علمی و علما و دانشمندان و حکما و فلاسفه و شعرای بزرگ این کشورها را مربوط ایران میدانند و میگن مثلا که مولانا جلال الدین بلخی شاعر و عارف نامی ایران بود. اینجا ایران پرستای عزیز ما یک کمک شکست نفسی میکنن و الا اگر شکست نفسی نمیکردن میگفتن حتما که روسیه، امریکا، انگلستان، فرانسه، هندوستان، آلمان و کل کره زمین و حتی کره مریخ و حتی تمام کهکشان ها هم روزگار بخشی از خاک ایران بودن و بعدا از خاک ایران جدا شدن. وقاحت اینها کمتر از وقاحت استاد بزرگ ما استاد شفیع عیار نیست. به هر حال اینها ادعا میکنند که وقتی که اعراب به این مناطق حمله آور شدند، این مناطق اشغال کردند و مردمش کشتند و بستند و خوردند و بردند و تاراج کردند و غارت کردند و دروغهای بزرگ از این قبیل و به زنها تجاوز کردند. و نتیجه این تجاوز چه شد؟ نتیجهش این شد که پدر و مادر استاد بزرگ ما استاد شفیع عیار ای را درک کردند و فهمیدند که در رگهای فرزندشان خون اعراب در جریان است. بنابراین یک نام عربی را، یک نام مرکب عربی را برای انتخاب کردند و نامش ماندن محمد شفیع. و این محمد شفیع چون نبوغ داشت، وقتی که بزرگتر شد خودش هم درک کرد که در رگهاش خون اعراب در جریان است. این از کجا فهمید؟ از این فهمید که امی خون چون خون دشمن بود، رگهایش و تمام وجودش یگان قطقطک میکرد. لذا این راه دشمنی با اسلام پیش گرفت و از مبادی و قوانین و مقررات اسلام سرپیچی را شروع کرد که اخلاق هم از همین جمله است و برای که دشمنی خود از زیادتر با اسلام نشان داده باشه،
در کودکی و نوجوانی یک دوره درخشان از بداخلاقی و عفت فروشی را شروع کرد و با موفقیت به سر رساند و بر از اینکه بیشتر دشمنی خود را با اسلام و زبانش عربی نشان داده باشه، یک تخلص عربی برای خود انتخاب کرد که عبارت بود از عیار و استاد بزرگ ما شد استاد شفیع عیار. و اما این ادعای دروغین دشمنان اسلام و ایران پرستا که میگن اسلام به زور شمشیر تحمیل شد و آبا و اجداد ما را به زور شمشیر مسلمان ساختن و اعراب مسلمان چنان کردن، این هم از دیدگاه تاریخی مردود است و هم از نگاه عقلی. ما از این دیدگاه تاریخی شروع میکنیم. وقتی که چنگیزخان در 1219 میلادی مطابق 616 هجری قمری به افغانستان و ایران و این مناطق حمله آور شد و با کشتن میلیون ها انسان و ارتکاب جنایات بسیار وحشتناک این مناطق را تخریب کرد و تقریبا تمام دنیای اسلام را متصرف شد، اسلام و مسلمان ها به حد نهایی ضعیف شدند که دیگر نه زوری داشتند، نه شمشیری داشتند، نه قوتی داشتند، هیچ چیز نداشتند. در همینجا فرصت بود اگر این دشمنان اسلام و خدا ناباوران و ایران پرستان راست میگن، در همینجا برای آبا و اجداد از اینا فرصت بود که اسلام را ترک میکردن و به دین آبایی خود برمیگشتند و یا دین چنگیزخان را که دارای کتاب قانونی به نام یاسا هم بود قبول میکردند. اما اینها نه تنها دین خود را، دین اسلام را ترک نکردند، بلکه بعداً نواسه های چنگیزخان را هم به اسلام داخل ساختند. چنانچه تاریخ میگه که هلاکو خان نواسه چنگیزخان بعد از اینکه بغداد اشغال و مردمش قتل عام کرد، به طرف سوریه و فلسطین و مصر پیشروی را آغاز کرد و به ممالیک مصر سیف الدین قدس و ظاهر بیبرس فرماندهش نامه تهدیدآمیز روان کرد و گفت که یا تسلیم شوین یا آمده کشورتان خراب و مردمتان قتل عام میکنم. در این وقت بود که برکه خان، یکی دیگه از نواسه های چنگیزخان که دارای قدرت زیادی بود و اردوی به نام اردوی زرین داشت، مسلمان شد و این از این که هلاکو خان در بغداد قتل عام کرده و جنایات زیادی را مرتکب شده بود و مسلمان ها را کشته بود بسیار خشمگین بود. بناهن به سر نیروهای هلاکو خان حمله کرد و تعداد زیادی از اونها را کشت و همین باعث تضعیف هلاکو خان شد که نتانست به طرف مصر پیشروی کنه و در جنگ عین جالوت در برابر سیف الدین قدس شکست فاحشی خورد و این اولین شکست مغول در برابر مسلمان ها بود. این تنها برکه خان نبود که به اسلام مشرف شد، بلکه بعد از مسلمان شدن او سلسله مشرف شدن خانهای مغول یا سرداران لشکر چنگیز یا چنگیزی ها به اسلام بسیار سرعت پیدا کرد و در 1265 وقتی که هلاکو خان هلاک شد و مرد، فرزند او هم به اسلام مشرف شد و این باعث تضعیف مغول هایی که هنوز کافر بودند گردید و اونها هم به سرعت به اسلام داخل شدند و بعدا اینها همین مغول هایی که روزگار دشمن اسلام بودند و آمده بودند که ریشه اسلام و مسلمان ها را بکنن، اینها باعث خدمات شایانی برای اسلام گردیدند و این خود نشان میده که این دین به زور شمشیر و قوه بر کسی تحمیل نشده، بلکه همون مبادی و اصول عالی و هماهنگی و سازگاریش با فطرت بشری و انسانی بودن این دین است که این دین را در دلها و جانهای مردم جاگزین ساخته که از 1400 سال به این طرف با آنکه با خطرات بسیار وحشتناکی مواجه شده و با دشمنای بسیار خونخواری در معرکه ها درگیر بوده، ولی از همه معارک سربلند بیرون آمده و همچنان به پیشروی و انتشار خود ادامه میده. مخصوصا در عصر حاضر که عصر ساینس و تکنولوژی است، به کوری چشم ملحدین حقیر و به مقدار مثل شفیع عیار، اسلام در غرب به صورت برق در حال گسترش است و خود غربی ها این را اعتراف میکنن و میگن که در سال 2050 اسلام از حیث اتباع به دین اول جهانی تبدیل میشه.
و مخصوصا اگر شما در اینترنت ببینین تعداد بسیار زیادی از علما و دانشمندان و متفکرین غربی و همین قسم ورزشکارا و هنرمندای غربی، یعنی اشخاصی که به اصطلاح سرشان به تنشان میارزه، اونها به اسلام داخل شدن و تا چه رسه به مردم عادی که از اونها هم تعداد زیادی به اسلام داخل شدن و این سلسله همچنان به سرعت ادامه داره و همه روزه تعداد زیادی از غربی ها در اروپا و امریکا به اسلام داخل میشن و اگری که یک تعدادی از ملحدین بی سواد و بی مقدار و بی ارزش و حقیر مثل شفیع عیار از اسلام مبراین و بعد علیه از او تبلیغات سو و زهراگین میکنن، این ارزش ای دین و قوتش نمیکاهه. ما در اینجا همو گپ یکی از دانشمندان مسلمان را ذکر میکنم که میگه غرب از ما سفها و بیعقلای ما نمیگیره و علما و دانشمندایشان بر ما میته و از نگاه عقل و تجربه هم ثابت شده که نمیشه یک ایدئولوژی یا یک فکر یا یک دین را بر یک ملت یا حتی به یک فرد به زور تحمیل کرد. اگر این چیز ممکن می بود، روس‌ها که با تمام نیروهای کشندهشان غیر از بم اتم و همین قسم نیروهای از کشورهای کمونیستی در افغانستان آمده بودند و جنایات بیشماری را مرتکب شدن، میلیون ها جنایت علیه ملت مسلمان افغانستان مرتکب شدن، برای که کمونیسم در اینجا پیاده بسازن، میتونستن مردم افغانستان را کمونیست بسازن که نتونستن. نه تنها در افغانستان بلکه در شوروی و در کشورهایی که در کام اژدهای سرخ فرو رفته بودند و حتی در خود روسیه، در مسکو، در مهد کمونیسم، در جایی که مرکز و منبع به اصطلاح انقلاب اکتبرشان بود، سران کمونیسم از لنین و استالین گرفته تا خروشچف و برژنف و دیگر سران کمونیسم با وجود ارتکاب میلیاردها جنایت علیه بشریت و زندان و تعذیب و شکنجه های بسیار غیر انسانی و شیطانی برای تطبیق کمونیسم نتانستند که کمونیسم را در روح و روان مردم جا بتن و او را به یک ایدئولوژی قابل قبول و پایدار و جاودان مبدل بسازند. سران کمونیسم شیطانی ترین جنایات علیه بشریت برای تطبیق کمونیسم مرتکب شدند. اینها در طول تاریخ عمر ننگین کمونیسم 250 میلیون انسان را به شکل بسیار فجیع کشتند. استالین به تنهایی خود 11 میلیون انسان را اعدام کرد و اندرین را کشته بسیارند قربانی شما. اما با همه این جنایات و جرایم و وحشیگری ها نتانستند کمونیسم را محبوب بسازند در دلهای مردم و وقتی که اتحاد شوروی بزرگشان سقوط کرد و این اژدهای خونخوار از بین رفت، دیدیم که کمونیسم چقدر در نزد مردم منفور است. حتی در خود روسیه کمونیست ها به یک گروهک بسیار کوچک و منفور و ملعون تبدیل شدند و لعنت و نفرت مردم در همه جا پشت سرشان است. پس از اینجا معلوم است که یک دین یا ایدئولوژی یا عقیده را نمیشه به زور به سر مردم تحمیل کرد و اسلام به زور شمشیر تحمیل نشده. اگر به زور شمشیر تحمیل میشد، سر ملت ها سرنوشتش مثل سرنوشت کمونیسم میشد. ما بعدتر اگر فرصت بود مقایسه میکنیم در بین اخلاق و مبادی و اصول و عملکرد فاتحان مسلمان که با شعار ولا تقربوا الزنا اسلام را در جهان پخش کردند و اخلاق و مبادی و اصول و عملکرد به خدایان و خدایانشان و خدایان شفیع عیار که به جای ولا تقربوا الزنا به مردم میگن اقتربوا الی الزنا، به زنا نزدیک شوین و تمام انواع فحشا و فساد و بداخلاقی را انجام بتین که کار خوب است و خدایی و آخرتی و دینی وجود نداره. و مخصوصا امیر شفیع عیار ابلیس که در بسیاری از ویدیوهای کثیف و شیطانی خود جوانا را به زنا و فحشا و فساد اخلاقی فرا میخوانه و ولا تقربوا الزنا را مسخره میکنه. بله، ما این مقایسه را بعدا انجام میتیم ولی فعلا میپردازیم به مو اهانت شیطانی و تهمت رذیلانه ای دجال مکار در رابطه با ازدواج رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با ام المؤمنین زینب بنت جحش دختر عمه‌شان و همسر مطلقه زید بن حارثه
که ابلیس این موضوع را تحت عنوان تجاوز خصوصی به عروسش به این شکل بیان میکنه که میگه روز رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به خانه زید رفتن و همسرش زینب بنت جحش دیدن و از او خوششان آمد و با او علیه بالله تجاوز کردن و بعد وقتی که زید آمد بر از او گفتن که یه همسرت طلاق بده که ما با او ازدواج میکنم و زید او را طلاق داد و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با او ازدواج کردند. البته این تهمت شیطانی از طرف دیگر دشمنان اسلام هم ابراز شده، مخصوصا از طرف مستشرقین که بار صدها هزار بار این تهمت را بیان کردند و صدها هزار بار هم از مسلمان ها پاسخ معقول و عقلی و منطقی و تاریخی گرفتند، اما هیچ یک به این اندازه لچکانه و کوچه و بازاری و به این شکل وقیحانه که این ابلیس او را بیان میکنه این تهمت را ابراز نکرده. مستشرقین مغرض موضوع را به این شکل بیان میکنن که میگن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به خانه زید رفتن و همسرش زینب بنت جحش را دیدن و از او خوششان آمد و زید تشویق کردند که او را طلاق بده و زید طلاق داد و بعداً با او ازدواج کردند. هیچ یک از این دو تهمت شیطانی صحت نداره و ما قسمی که قبلا گفتیم مسلمان ها این تهمت ها را هزاران بار با دلایل بسیار قوی و منطقی رد کردند. اما این که اصل داستان چیست باید اول بدانیم که کل داستان ازدواج رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با زینب بنت جحش دختر عمه‌شان و همسر مطلقه زید بن حارثه پیرامون مسئله تبنی و تحریمش توسط آیات قرآنی میچرخه و برای فهم اصل داستان همچنان لازم است که زید بن حارثه و زینب بنت جحش بشناسیم و این که تبنی چیست و چه قسم در بین اعراب مروج بود و توسط کدام آیات قرآنی تحریم شد و چرا تحریم و ابطال شد، اینا را کلش ضرور است که بدانیم. زید بن حارثه از یک قبیله عربی به نام قبیله بنی معن بود و روزی در حالی که تازه جوان شده بود با مادرش جای روان بود که توسط چند تن از سوارکاران قبیله بنی القین بن جسر ربوده شد. اونها زید بردن در بازار برده فروشی فروختن. اینمی خودش هم نشان میده که همی بردگی و کنیزی را اسلام با وجود نآورده، قسمی که دشمنان اسلام ادعا میکنن، بلکه پیش از اسلام وجود داشت و از عادات زشت جاهلیت بود. اما قسمی که اسلام دیگه عادات زشت جاهلیت را بعد از آمدنش آهسته آهسته از بین برد، برای همی بردگی و کنیزی هم قوانین و مقررات بسیار عادلانه و انسانی وضع کرد تا ای که رفته رفته باعث خشکیدن ریشه شود و به کلی از بین بره. به هر حال اینها زید بن حارثه را در بازار برده فروشی فروختند و حکیم ابن حزام او را خرید و برادرزاده ام المؤمنین خدیجه الکبری او را خرید و به عمه خود بخشید. ام المؤمنین خدیجه کبری رضی الله عنها وقتی که با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ازدواج کردند، زید را به حیث خادم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به خدمت آن حضرت گماشتند. زید در همصحبتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زندگی میکرد و اخلاق نبوت را از نزدیک میدید و روز تا روز عاشق و شیفته صفات نیکو و خجسته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگردید و به همین دلیل به مجردی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به پیغمبری مبعوث شدند، زید بن حارثه دعوت آن حضرت را پذیرفت و مسلمان شد و او از جمله همون 4 نفری بود که پیش از همه به اسلام داخل شدند که عبارت بودند از حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری و خود امی حضرت زید بن حارثه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. به هر حال زید در نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بود تا ای که پدر و اقاربش بعد از جستجوی زیاد خبر شدند که در نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هست. بناهن به نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمدند و با پیغمبر گرامی اسلام گفتند که ما شنیدیم که زید پسر ما در نزد شماست، ما حاضر هستیم که فدیه از او را هر چقدر که بخواین برتان بتیم و او را با خود ببریم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتند که زید آزاد است، در نزد ما است، اگر این میخواد با شما برم من فدیه و مالی از شما نمیگیرم و اگر نمیخواد بره و در اون صورت مجبورش نمیسازم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زید خواستند و گفتند که این پدرت و کاکایت
و دیگرها آمدند که تو را با خود ببرند. تو رویه مرا با خود دیدی، اگر میخوای با ما بمانی بمان و اگر میخوای با اینا بری هم اختیار داری و آزاد هستی. زید گفت که پدر و کاکا و همه چیز ما شما هستین، ما با کسی نمیرم. پدر زید برای زید گفت که زید تو بردگی را به آزادی ترجیح میتی، با پدر و مادرت برده بودن ترجیح میتی. زید گفت که ما از این انسانیتی دیدم، بزرگواری دیدم که هیچ کس دیگر بر این ترجیح نمیتم، چه پدرم باشه چه مادرم و چه کاکایم و چه دیگرها. پدر و کاکای زید هر چی که اصرار میکردن زید رد میکرد و با اونا نرفت. بنابراین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زید را با خود به خانه خدا بردن و در اونجا مردم جمع کردند و بر مردم گفتند که ای مردم آگاه باشین که امی زید از این به بعد پسرخوانده ما است و او را زید ابن محمد بنامین. و به این ترتیب زید پسرخوانده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شد. پدر و کاکای زید چون دیدن که زید با یک شخص بسیار بزرگوار زندگی میکنه بنان مطمئن شدند و رفتند. و اما زینب بنت جحش، همون قسمی که گفتیم دختر عمه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بود، مادرش امیمه بنت عبدالمطلب نام داشت و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او را همه روزه می دیدند و آیت حجاب هم هنوز نازل نشده بود، یک جا بزرگ شده بودند، قسمی که همه ما و شما دختر عمه، دختر خاله، دختر ماما، دختر کاکا و دیگه خیش و قوم می بینیم. همین خود همین ابلیس شفیع یاره، ما یک فیلمش دیدم که در گردش یک قبرستان زن دختر عمه، دختر کاکا، دختر ماما، دختر خالش و دیگرها با بدنهای نیمه برهنه قرار دارن، انگک، بنگک، منگک، کلوله سنگک همه در اطرافش بودند. پس دیگرها هم همی قسم هستن که دختر عمه، دختر ماما، دختر خاله یک جا بزرگ میشن، یک دیگر هم میبینن. به هر حال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زینب بنت جحش همیشه میدیدن و اگر این ادعای این ابلیس خبیث و دیگه شیاطین درست بوده باشه، چرا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زینب برای خود خواستگاری نکردن؟ چرا برای زید پسرخوانده خود خواستگاری کردن؟ به هر حال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زینب برای زید خواستگاری کردن و زینب این خواستگاری را رد میکرد. زینب و برادرش میگفت که ما از نگاه حسب و نسب از زید بلند هستم و این به هر حال یک دوره از غلامی را گذشتند، اگرچه نزد شما حال آزاد است ولی یک وقت غلام بوده، بنان این کفر منیست. اینمی در هر جا معمول است همین کفر بودن و طرف مقابله میبینن که این شایسته ازدواج هست یا نیست، هم در افغانستان هست و هم در همه دنیا همین معمول است. و زینب این موضوع را رد میکرد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اصرار میکردن، پافشاری میکردن، اما زینب قبول نمیکرد تا ای که این آیه کریمه از سوره مبارکه احزاب نازل شد که پروردگار متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. یعنی جایز نیست برای مرد مؤمن و زن مؤمنه وقتی که خدا و رسولش موضوعی را فیصله میکنن این که بر از اونا اختیاری باشه در این موضوعشان، یعنی اختیار سرپیچی را ندارن و کسی که از امر خدا و رسولش سرپیچی میکنه گمراهی آشکاری را مرتکب شده. همینجا بود که زینب رضی الله عنها وقتی که این آیه مبارکه را شنید گفت به سر چشم من همراه زید ازدواج میکنم. اما از آنجا که همین ازدواج از طرف زینب با محبت قلبی همراه نبود، بناهن در بینشان اختلافات پیدا شد و روز تا روز این اوج میگرفت و زید هر روز می آمد به نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و از زینب و نافرمانی های شکایت میکرد و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بر از او میگفتند که از خدا بترس. زید میگفت که من زینب طلاق میتم، اما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگفتند که از خدا بترس، زن خود را نگاه کو و طلاق نته. تا ای که بر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم توسط وحی پروردگار فهمان که زید بالاخره زینب طلاق میته و ما او را به نکاح تو داخل میسازیم تا به این ترتیب امی عادت زشت تبنی را که در رگ و ریشه اعراب جا گرفته ای را به کلی ریشه‌کن بسازیم و نابود بسازیم.
اینمی فلسفه همی ازدواج است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیش از ازدواج زید با زینب، با دختر عمه‌شان زینب ازدواج نکردند. در وقتی که دوشیزه بود او را بر زید پسرخوانده خود خواستگاری کردند، قسمی که داستانش شنیدیم. اما بعد از اینکه زید او را طلاق داد، بعد از او باز خداوند ای را به نکاح رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در آورد، خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه. و این اراجیفی که ای دشمنای اسلام از قبیل مستشرقین مغرض یا ای دشمن حقیر و ذلیل اسلام، ای شیطان شفیعیار مکار ادعا میکنن که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رفتند و زینب دیدند و از او خوششان آمد و علیاذ بالله این خبیث میگه که تجاوز کرد و بعد از او گفت که به زید که طلاق بده و ما با او ازدواج میکنم. این کلش اراجیف شیطانی و دروغ‌های بی اساس است که هیچ اساس عقلی و منطقی و تاریخی نداره. آیا این ادعای دشمنای اسلام، دشمنای خدا خنده‌آور نیست که میگن رسول خدا زینب دید و عاشق از او شد و بعد از او زید تشویق کرد که او را طلاق بده، در حالی که گفتیم که زینب، این تاریخ ثابت میسازه که زینب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم همه روزه میدیدن. پیش از ازدواجش با زید خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از او تقاضا کردند که با زید ازدواج کنه. پس این چطور شده میتونه که ایرا ناگهانی دیدند و عاشق شدند و چنین شد و چنان شد؟ لعنت خدا به دشمنای دروغگوی و بی شرم اسلام. به هر حال اینمی یعنی ابطال تبنی فلسفه و حکمت ازدواج رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با زینب بنت جحش بود، نه او اراجیفی که دشمنان اسلام مخصوصا مستشرقین مغرض ادعا میکنن که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه زینب در خانه زید دیدن محبت شد در دل گرفتن و او را تشویق کردن که طلاقش بده و با او ازدواج کردن. این کل اراجیف و دروغ های شیطانی است و تمام ازدواج های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به می قسم به اساسات انسانی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی استوار بود. چنانچه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از وفات ام المؤمنین خدیجه کبری رضی الله عنها با سوده بنت زمعه که 56 ساله بود و شوهرش وفات کرده بود و 6 سال از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بزرگتر ازدواج کردند. سوده بنت زمعه یک زن مؤمنه و مخلصه بود که با شوهرش در اولین هجرت به طرف حبشه هجرت کرده بود. وقتی که شوهرش وفات کرد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای دلجویی او با او ازدواج کردند. و یکی از دروغ‌های شرم‌آور شفیع عیار مکار که در یکی از برنامه‌های چتل دیگهش مطرح میکنه ایست که میگه که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با سوده ازدواج کردن، سوده 14 ساله بود. این از همون میلیون ها دروغ شرم‌آوری است که میگه و نمیشرمه. به هر حال موضوع ازدواج رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با ام المؤمنین زینب بنت جحش و ای که چرا با او ازدواج کردن در آیه مبارکه 37 سوره مبارکه احزاب به این شکل ذکر شده که پروردگار متعال میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک واتق الله وتخفی فی نفسک ما الله مبدیه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا و کان امر الله مفعولا. یعنی و یاد کن زمانی را که می گفتی به کسی که خدا به او احسان کرده بود و تو به او احسان کرده بودی، این که زن خود را حفظ کن و طلاق نده و از خدا بترس و در دل خود چیزی را پوت میکردی که خدا آشکار کننده اوست و از مردم میترسیدی و خدا سزاوارتر است از این که از او بترسی. و وقتی که زید او را طلاق داد و عدهش تمام شد، ما او را به تو تزویج کردیم تا ای که بر مردم در نکاح کردن همسران مطلقه پسرخوانده هایشان کدام حرجی نبوده باشه و کاری را که خدا میخواه شدنی است. در اینجا در این آیه کریمه چند نکته ظریف وجود داره. اولی که خداوند بر رسولش میگه که تو بر زید میگفتی که از خدا بترس، زنت طلاق نده و او را حفظ کو. و این برعکس ادعای دشمنان اسلام است که میگن که پیغمبر خدا وقتی که زینب به خانه زید دید بعد از او عاشق شد و بعد از او زید تشویق میکردن که او را طلاق بده و قرآن کریم این را رد میکنه، میگه که تو او را تشویق میکردی که زنت حفظ کو، نه ای که طلاق بده و از خدا بترس در این مورد. و دیگه نکته مهمی که در اینجا ذکر شده ایست که خداوند
خداوند میگه به پیغمبرش که تو چیزی را در دل پت میکردی و خدا آشکار کننده اوست و تو از آشکار کردن از او از مردم میترسیدی و خدا سزاوار است که از او بترسی. این چی بود چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در دلشان پت میکردن؟ دشمنان اسلام مستشرقین مغرض میگن که امی محبت زینب بود که زینب وقتی که در خانه زید دیدن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عاشق شدن و محبتش در دل پت میکردن و خدا گفت که اینا ما آشکار میسازم. این اراجیف ما پیشتر رد کردیم، گفتیم که زینب دختر عمه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بود و او را همیشه میدیدن و اگر محبتی از او در دل می داشتن پیش از اینکه او را به زید خواستگاری کنن به خود خواستگاری میکردن. این کلش دروغ و اراجیف است. و ای که خداوند بر رسولش میگه که تو چیزی را در دل پت میکنی و ما آشکار کننده از او هستیم، ای اگر محبت زینب می بود، قسمی که دشمنان اسلام ادامه کنن و زینب در خانه زید دیده عاشق شده بودن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و ای را پنهان میکردن، در اون صورت خداوند خو ای را آشکار ساخت. در اون صورت باید در همه آیه مبارکه یا در دیگه آیت های سوره احزاب و یا در کل قرآن کریم در یک جای خو میگفت که ای محمد تو به زینب عاشق شده بودی، زینب قبلا ندیده بودی، در خانه زید دیدی، او را عاشق شدی و محبتش در دل پت میکردی، بعد ما ای را آشکار کردیم، امی محبت که از زینب در دل داشتی آشکار کردیم که تو عاشق از اوستی. امی قسم یک چیزی در امی سوره مبارکه احزاب و در امی آیت 37 یا در دیگه آیات احزاب سوره مبارکه احزاب و در کل قرآن کریم اما تو یک چیز آمده که خداوند آشکار کرده باشه. خداوند خود میگه که ما آشکار کننده هستیم چیزی را که تو پت کردی. خب وقتی که این چیز نامده پس معلوم است که این دروغ است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم محبت زینب در دل داشتن و اتو شد و اتو شد. این کلش دروغ های شیطانی مستشرقین و دشمنان اسلام است. چیزی را که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پت میکردن و خداوند در اینجا آشکار ساخت اینمی بود که خداوند به پیغمبرش خبر داد که زینب بالاخره زید طلاق میکنه، زندگی با همیشان ناممکن است و ما ایرا برازی کمی عادت تبنی را کاملا عملا باطل بسازیم، ایرا به نکاح تو داخل بسازیم. اینمی موضوع را رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به مردم نمی گفتند از ترس از اینکه مبادا منافقین بگویند که محمد با همسر مطلقه پسر خود، او وقت پسر خوانده را عین پسر میدانستند، محمد با همسر مطلقه پسر خود ازدواج کرد و ایرا خداوند رسولش عتاب کرد در اینجا، گفت که چرا همین موضوع را که ما بر تو خبر دادیم که زینب طلاق میته و ما او را به نکاح تو داخل میسازیم بر از اینکه تبنی از بین بروه، چرا همین را بر مردم نگفتی؟ چرا از مردم ترسیدی؟ از خدا باید میترسیدی. و اینجا خداوند آشکارا گفت که فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، وقتی که زید او را طلاق داد و عده‌اش پوره شد ما او را به نکاح تو در آوردیم. همینجا هم یک باری کیست که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خودشان به شوق دل با او ازدواج نکردند که عاشقش بوده باشن و اتو باشه و اتو باشه و او را خودشان خواستگاری نکردند، بلکه خداوند او را به تزویج کرد به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، به نکاح رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در آورد. و دلیلش هم در اینجا خداوند به شکل آشکار میگه که لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا، یعنی تا بر مسلمان ها حرجی نباشه در ازدواج کردن با همسران مطلقه پسرخوانده هایشان، برازی که او پسرخوانده هایشان پسران حقیقیشان نیست، بناهن همسران از اونها هم همسران مطلقهشان هم عروس های اونها نمی باشه. در این صورت وقتی که یک کس با همسر پسرخواندهش همسر مطلقهش ازدواج میکنه مثل از است که با یک زن بیگانه ازدواج کرده، کدام مانعی وجود نداره. این همی کل همی داستان ازدواج رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با زینب بنت جحش و حکمتش فلسفهش این همی چیز بود. در اخیر یک نکته را باید تذکر بدیم که همی تبنی یا پسرخواندگی در اول سوره مبارکه احزاب در آیت 4 به شکل لفظی تحریم شد و در آیت 37 به شکل عملی که همون قصه ازدواج رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با مطلقه زید بن حارثه زینب بنت جحش بود.
در آیت 4 پروردگار متعال میفرماید، البته بخش اولش در مورد زهار است که اون موضوع ما نیست، در بخش دومش میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهکم والله یقول الحق وهو یهدی السبیل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فاخوانکم فی الدین و موالیکم. یعنی خداوند پسرخوانده های شما را پسران حقیقی تان نگردانیده و این سخنی است که شما در دهانهای خود میگین و الله حق را میگه و او برای راست هدایت میکنه. اینها را شما به نام پدران اصلیشان بخوانین و این کار عادلانه تر است در نزد خدا. و اگر پدرانشان را نشناسین، اینها برادران شما و دوستان آزاد کرده شما هستند. و اما چرا اسلام تبنی یا پسرخواندگی را حرام قرار داد، در حالی که در ظاهر کار خوبی معلوم میشه؟ یک شخص میره یک طفل میگیره، او را کلان میکنه، از فقر نجاتش میده و به تعلیم تربیه و دیگه امور زندگیش رسیدگی میکنه و نیکی های زیادی بر از او میکنه. اما در واقع تبنی ضررهای زیادی داشت و داره. در زمان جاهلیت این قسم بود که یک شخص با نفوذ و با رسوخ یا سرمایه‌دار میرفت یک طفلی را که اصلا پدر و مادرش معلوم نبود یا یک طفلی از یک خانواده معمولا فقیر میرفت او را میگرفت برای خود فرزند خوانده. اولین ضررش این بود که امو ارتباط امو طفل با پدر و مادرش قطع میشد. قسمی که در افغانستان پدر و مادرهای فقیر و بیچاره اطفال خود را از فقر به فروش میماندند و کسی که اونا را میخرید اونا را از پدر و مادرشان جدا میکرد و میبرد با خود. دیگه پدر و مادر اونا را نمیدیدن و در فراق اولاد خود میسوختن. همین قسم در زمان جاهلیت هم همین کار میکردن. از یک خانواده فقیر یک طفل میگرفتن پسرخوانده برای خود و این یک ضررش این بود که او طفل از پدر و مادر اصلیش جدا میشد و اونا در فراقش میسوختن. ضرر دومش این بود که او را برای خود مثل پسر حقیقی خود قلمداد میکرد و او به نام از او خوانده میشد، نه به نام پدر و مادر اصلیش. و در اینجا خلط انساب هم میشد، نسب ها با هم خلط و گدوت میشد، شناخته نمیشدن. و باز این پدر خوانده یا هم کسی که همین طفل پسر خوانده برای خود، او وقتی که وفات میکرد همین طفل از او میراث میبرد و این یک ظلم بود به حق اولاد اصلی او و یک نوع عداوت هم در بین اولاد اصلی و این طفل پیدا میشد که اینا فکر میکردن که این یک بیگانه است، آمده و از میراث پدر و مادر ما شریک میشه و مال ما را میگیره و به این قسم عداوت در بینشان پیدا میشد. و همین قسم وقتی که پدر از یکی از اون فرزندای اصلی خود آزرده میشد و این واقع میشه در بین پدر و اولاد، همین فرزند خوانده خود را به خود نزدیکتر میساخت و او اولاد اصلیش عقده پیدا میکردن نسبت به پدرشان و نسبت به همی پسرخواندهش. میگفتن که ما را که اولاد اصلیش هستیم دوست نداره و این طفل که از بیرون آورده و یک طفل بیگانه است این را به خود نزدیکتر میسازه و این یک قسم عداوت را در بین فامیل به وجود می آورد. و علاوه بر اینها گفتیم که این شخص طفلی را که پسر خواندهش بود این را مثل افراد اصلی فامیل خود میدانست، بنان این حق نداشت وقتی که بزرگ شد با دخترای او ازدواج کنه، برای از اینکه خواهرایش به حساب می آمد، در حالی که هیچ ارتباطی هیچ نسبی در بینشان وجود نداشت و خواهرای از او بیگانه بودن نسبت به این، میتونست که با اونا از نگاه شرعی ازدواج کنه. اما تبنی این ازدواج تحریم میکرد و اجازه نمیداد که پسرخوانده با دخترای پدرخواندهش ازدواج کنه. بنابر همین ازرار گوناگون بود که اسلام تبنی را حرام قرار داد. اما ما به شفیع عیار این لچک به وجدان میگیم که تو با دهان کثیف و مردار و الکلی خود پاکترین انسان تاریخ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، رهبر بزرگ بشریت را که با شعار ولا تقربوا الزنا اسلام را به دنیا معرفی کرد، او را متهم به تجاوز به عروسش میکنی. کسی که با شعار ولا تقربوا الزنا در بین اعراب جاهلیت که همه دشمنشان بودن، ابو جهل، ابو لهب، عتبه، شیبه، میایه و ولا تقربوا الزنا را برشان میگه،
با آواز بلند میگه یک کس پیدا نمیشه، ابو جهل و ابو لهب و دیگر دشمنای خونخوار و سرسختش، یک کس پیدا نمیشه بگه که در زندگی تو با فلان دختر با فلان زن ارتباط نامشروع داشتی، حالا آمدی ولا تقربوا الزنا میگی، به عروس خود تجاوز کردی، حالا آمدی ولا تقربوا الزنا میگی. هیچ یک از دشمنای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کوچکترین اعتراض به زندگی پاک و آفتابگونه او نداشتند و نمیتونستند یک کوچکترین نقطه سیاه ضد اخلاقی را در زندگی پاک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیدا کنند. و تو که از امی سیرت النبی میخوانی و او را با اراجیف و دروغهای شیطانی خود گد کرده میخوانی و هزارها دروغ با او گد میکنی، از تمام سیرت النبی در تمام تاریخ اسلام بپال که یکی از دشمنان اسلام که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زندگی میکردن برش گفته باشن که تو اینی بد اخلاقی را داشتی و اما حال ولا تقربوا الزنا میگی. کسی که رطب خورده من رطب کی کند؟ کسی که یک کاری را خودش مرتکب شود دیگران را منع کرده نمیتونه. اما تو کثیف، تو ابلیس و امثال تو از خدا ناباوران که نه به اسلام، نه به دین، نه به اسلام، نه به خدا، نه به پیغمبر، نه به اخلاق عقیده دارین، برای که اخلاق هم از جمله آداب و اصول دین است. این تجاوز به عروس، تجاوز به دختر، تجاوز به محارم، تجاوز به مادر، به خواهر و امثال چیزها از شما پوره است، از شما صورت میگیره، از شما بیدینا، از مثل تواری بیدین صورت میگیره، نه از رسول کریم صلی الله علیه وسلم. از تو که شعارت به این شکل است. رقص یک هنر است. ما خودم شخصا رقص خوش دارم، و خصوص که یک دانه کنه که تامت شور داده میرن، یعنی رقص کلش به حساب رابطه جنسی است. و این مشت نمونه خروار است از امو اخلاق سوء و شیطانی تو، از دعوت تو به فحشا، از دعوت تو به فساد، از دعوت تو به لاابالیگری، و مردم خودشان میتونن قضاوت کنن کسایی که عقل و وجدان دارن که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم علیه بالله و عروسشان تجاوز میکردند، یا شخص مثل تو و کسایی که مثل تو اری بد اخلاق از ابتدای زندگی خود تا آخرش زندگی را به بد اخلاقی تیر کرده.